أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه ويحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجل لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ترنا أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتينا خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ما كان منتصرا هنالك ولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزوره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اما بعد برادران اسلام و برادران کلمه، امروز باز هم در بيع و شراء چیزی که سخن از قرآن عظیم شان بهترین مثال دنیا را در این آیاتی که ما خواندم بهترین مثال های دنیا را آورده است که کسی مثلا مال را کسب میکند، کسی اولاد دارد، کسی از نفر و از مال و از هر چیز پر و مامور هستند و کسی که غریب هستند. اما این تعلق با دو چیز دارد، یکی آن است که مسلمان باشه مال خود را با شکر خدا، با حلم خدا، با هدایت خدا مصرف میکند و دوم آن کسی است که الله جل جلاله آن را کافر ساخته، نعمات همگی را کفران میکنه و با نعمات الله شکر نمیکشه و بیراهی میکنه و همیش در این راه است که این مصرف خود را و این دنیای خود را با کدام بیراهی مصرف کنه. فلهذا اینجاست که الله جل جلاله در سوره کهف از آیات 32 تا 45 مثال می‌دهد، بر رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم می‌کند و برشان میگوید این را بفهمند که کسی که دنیا داره و کسی که کفران نعمت میکنه و کسی که نداره و شکران نعمت میکنه، هر دو را مثال می‌دهد و می‌فرماید الله جل جلاله بسم الله الرحمن الرحیم واضرب ای محمد مثال بده لهم با آن کسانی که مثلا رجلین مانند دو نفر است، جعلنا لأحدهما جنتین برای یک نفر آن و برای یک برادر آن یا برای یک رفیق آن، لأحدهما جنتین دو باغی است و دو باغ داره و باغدار است، من اعناب از انگور است و حففناهما بنخل و گرد این باغ همگی درختهای خرما می باشد و همگی این باغ را احاطه کرده، یعنی انگور و خرما هر دو باغی دارد و این پور و مامور از انگور و از نخل از خرما است و جعلنا بینهما زرعا و در مابین این باغها زراعتی می شود و غله و دانه پیدا می کند که همگی سهولت ها را برشان برابر می کند. و لهذا این انسان دارای انگور بسیار زد و خرمای بسیار زد و درخت و باغ بسیار زد و هر قسم زراعت و دانه و همه چیزا برشان در این باغ ها می شود و این دو باغ الله جل جلاله برش تیار کرده و این آدمی است که فعلا چی میکنه در باره این باغ؟ کلتا الجنتین آتت اکلها و همیش میخورد از این دو باغ ولم تظلم منها شیئا و هیچ ظلمی بالایشان نمیشد، یعنی کمی نمیکند،
غلایش هم زیاد می باشد، میوه‌هایش هم زیاد می باشد. شیئا و فجرنا خلالها نهر، و برلالیزی که انگور دارد، خرما دارد، زراعت دارد، در مابین این دو باغ نهری تیر شده و جوی می باشد. یعنی این باغ جویبارهایی دارد، بهترین یک آبی دارد که او را هم میخورند این آب را و هم را زراعت خود را آب میدهد، یعنی هیچ تکلیف نمیکشد. و کان له ثمر فقال لصاحبه، و این است که برای این انسان همه چیز هستند، اما این انسان پس میگوید فقال لصاحبه، برای آن کسی که همراهشان رفیق است و صدیقش است، برای او چه میگوید؟ مصاحبش است و صحبت همراهش میکند. و هو یحاوره، و آن که تکلم میکند و گپ و سخن همراهشان میزند و یکی با دیگر نزدیک میشود. میگوید برش این کسی که باغها دارد انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، من از تو بهترم از خاطر این که عزت دار هستم و همگی نفرم زیاد دارم، یعنی نیروی بشری زیاد دارم، هم اولاد دارم، هم دختر دارم، هم پسر دارم، هم نیروی نفری زیاد دارم، یعنی من صاحب یک عزت هستم. و دخل جنته، و داخل شد به جنت خود این انسان، و هو ظالم لنفسه، و این انسان ظالم است به نفس خود، ظلم میکنه به خاطری که خدا را یاد نمیکنه و در قصه خدا نیست و در قصه الله نیست که این نعمت برای ما داره. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، ما گمان میکنم که این همه چیزهای ما تا ابد می باشد، باغهای من، زراعت من، و این برای فقه خود این قصه را میکنم. و ما اظن الساعة قائمة، و هیچ وقت ما خیال میکنم و فکر میکنم و گمان میکنم که هیچ وقت قیامت نمیاد. ولئن رددت الى ربی، و اگر فرضاً قیامت بیاد اول نمیاد، اگر باز بیاد و اما پس به الله جل جلاله و اونجا برم و پیش او ایستاد شوم الى ربی، برای رب خود، لاجدن خیرا منها منقلبا، برای ما میدهد از این باغهای دنیا در آخرت هم برای ما یک چیزای خوب میدهد. این انسانی است که تشبیه میکنه که الله مرا در دنیا لایق دیده و این همه که مالها نصیبی ما کرده و ما را معزز ساخته. ما فکر میکنم که این عزت ما به همراه من در آخرت هم میرود، چرا که ما را در دنیا عزت داره. قال له، گفت برشان آن برادرش و آن رفیقش برشان گفت، و هو یحاوره، و هو همراهشان گپ میزنه، سخن میزنه، اکفرت بالذی خلقک من تراب، ایا تو کافر شدی، منکر شدی به آن ذاتی که خلقک تو را پیدا کرده، من تراب، از خاک تو را پیدا کرده، مثل که آدم علیه السلام بابای تو را پیدا کرده، ثم من نطفه، و بعد از نطفه تو را پیدا کرده، ثم سواک، باز برابر کرد تو را انسان، رجلا، یک انسان و یک آدم از پیش جور کرد. لکنه هو الله ربی، ولکن الله رب ما و شماست و رب من است، ولا اشرک بربی احدا، و برشان میگوید با خبر باش ای رفیق که با الله هیچ چیز شریک نگردان. ولو اذ دخلت جنتک، و وقتی که تو درون میشی به جنت خود، با این باغهای خود، قلت او بگو ما شاء الله لا قوت الا بالله، این همه رضای پروردگار است و قوتی ندارم مگر قوت و شان همگی با الله میزیبد، یعنی من هیچ اختیاری ندارم. این را بگو، نه این که ظلم میکنی که این باغهای ما تا ابد میباشد و این دنیای ما تا ابد میباشد و این زراعت و انگور و خرمای ما و این همه چیزای ما تا ابد میباشد. ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، او و تو مرا میبینی و توهین میکنی ما به خاطر این که ما اولاد ندارم و ما باغ ندارم و ما هیچ چیزی ندارم، و این مرا توهین میکنی و سبک میسازی، مرا طعنه میتی. وعسى ربي ان يؤنين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسابنا، و ما امید دارم از الله خود، از رب خود که بدهد برای من از این خیر بهتر، من جنتک، از این همه باغها جنت بهتر برای بدهد، و یرسل، و روان کند برای تو
در آخرت برای من اجر میدهد و برای تروان میکنه حسبانا آفاتی از اسمان. یک دفعه یک طوفانی میاد، یک دفعه یک بارشی میاد، یک دفعه یک هوایی میاد، یک دفعه یک غباری میاد که این همه یک طوفان یک حادثی سمایی میاد و اسمانی میاد من السماء از اسمان و تصبح سعیدا زلقا و این همه چیزهای تو را خاک میسازد و این باغ تو را یک میدانی خراب میسازد و این همه میدان میکنه، همه درختای تان گم میکنه و همه چیزای تا گم میکنه. او یصبح ماؤها غورا و میگرداند این آبی که تو میبینی در باغت که نهر است، فلن تستطیع له طلبا، میرود در زمین گور این آبها و تو هیچ نمیتوانی که این باغ و این آبتان پس از زمین بکشی. ولهذا همه باغت بدون از حاصل یک میدانی خراب میشود و آب در زیر زمین می رود و تو هیچ کرده نمیتوانی و احیط بثمره. این چیزایی که تو میبینی همه تو را میگیره عن عذابهای فاصبح یقلب کفیه ما انفق فیها و هی خاویة علی عروشه. آن وقتی که این همه چیزای رفتن باز دستهای خود را میمالی و افسوس میکنی که چرا به خدا نزدیک نشدم، چرا شکر نکشیدم. و هی خاویة و این همه باغهای میفته، این همه چپریهای، این همه چوپالهای، این همه چتهای انگور علی عروشها میفتن با همه چتها و در زمین یکی میشود. و باز میگویی و یقول و باز میگویی یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ای افسوس که من با الله خود هیچ شریک نمیگرفتم بلکه شکر میکشیدم. اما وقت از پیش گذشته و باغهایت خلاص شده، آبهایت همگی رفته، زراعتت همگی رفته و ناز و نخره کردی، غرور کردی، کفر کردی و همه دنیا را از خود دانستی و کمال خود را دانستی، اما نگفتی که فضل خداست و نگفتی که این توفیق الله است و نگفتی که ماشاء الله این رضای خداست. ولم تكن له فئة ینصرونه من دون الله و ما کان له منتصر. و هیچ نمیابی کسی را که تو را نصرت کند. اولاد همگی مردم و نیروی، همگی دولتت، همگی که میخوردی و مصبوری با آن هیچ کس همراه تو همکاری کرده نمیتواند و منتصر نیستی و کامیاب نیستی در کارهای خود و نه کدام کسی داری که تو را کمک کند، چرا که عذاب الهی بالایت آمده. هنالک لولی للحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا. و این را بفهم که الله جل جلاله از دادن ثواب و خیر و بهترین در عقبا و در آخرت بهترین ذات است. و ضرب لهم مثلا حیات الدنیا. این یک مثال است که با پیغمبر میگه که برای کس بگو که همگی باغها داره و دوم دفعه باز برایش میگه و ضرب ای محمد مثال بده لهم برای این مردم مثل الحیات الدنیا، مثل زندگی دنیا را کماء مانند آن آبی است انزلناه من السماء که من نازل میکنم از اسمان فاختلط به نبات الارض. ولهذا پیدا می شود همگی نباتات، اما پس این نباتات فاصبح حشیما تذروه، پس می رود و کاه می شود، باد می شود، بال می شود، همگی جدا می شود و میاد بالایشان آن بادی و کان الله علی کل شیء مقتدر. و الله جل جلاله به هر چیز مقتدر است، به هر چیز تواناست. بفهم که این همگی مالهای دنیا و این همگی چیزهای اولاد و این همگی چیزها صرف امانت خداست و تو باید یک امانتداری باشی که با خدای خود امانت را چطور نگاه میکنی. یک عهدی داری با خدا، تو را میراث داده، زمینی از پدر بود، از کلانت بود، از آدم علیه السلام بود، از آن باز پسان تا به خودت رسید. اگر از تو می بود در ازل و در کفن ممرای تو می رود و در آخرت هم با تو می رود و اولادت نمی ماند. بفهم این عبرتی است و این عقلی است که خداوند جل جلاله تو را یک امانتدار مقرر کرده. چند روز برات زمین داده، چند روز برات پادشاهی داده، چند روز برات صاحب منصبی داده، چند روز برات یک زندگی بهتر داده، اما تو با آن غاور مباش. خدا را یاد کن و بگو ماشاء الله، چیزی که الله میکنه و ما برای ما هیچ قدرتی نیست مگر قدرت با الله.
و این متوجه نشدی، افراد نعمت کردی، فکر کردی که این همگی از ماست. مانند بنی اسرائیل اونا میگفتن اگر ما بمریم و هیچ چیز در دنیا درست نمی باشد، چرا که این ماستیم که این همگی امورات را بررسی میکنیم و این همگی چیزها و این همگی معاهدات، روابط، این حکومت و حکومتداری، این سیاست و سیاستداری، این حقوق و ادب از آن ماست و ماستیم این قدرت و هستی که این همگی چیزها را بررا میکنیم. الله جل جلاله در سوره حدید برش میفرماید ما کان منذرین و ما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منذرین. نه به این مردم اسمان گریه کردن و نه زمین گریه کردن و نه یک دقیقه یک سکند برایشان انتظار کشیده شد، بلکه گفتیم که بگیرین و روحش همگی روحش گرفته شد و خلاص شد از زمین. لهذا انسان باید این را متصور کنه و بگوید که من یک امانتدار هستم، این مال، این همگی چیزایی که ما دارم، این همگی خزائن و این همگی پولی که دارم، این زراعت و منصبی که دارم، این از طرف خداست و نعمت خداست و بخشش خداست و ما را امانتگر مقرر کرده. نه این که ما با پشت خود بگیریم و در قبر ممرای ما باشه و یا این را بگوییم که ما را نازیده در دنیا، در آخرت ما را می نازد. نه، الله جل جلاله با کافر و با مسلم، با فاسق و فاجر حدیثی میگه ای رب کریم که گبر و ترسا خزانه، گبر و ترسا روزی خور داری، همگی گبر و ترسا را همگی چیزا میدهد. تنهایی نیست که با مسلمان میدهد، این رحمت خداست که به همگی زنده سر رزق میدهد، در بحر برای حیوانات، در هوا، در زمین، در هر جای، در هر کنج و کنار، ما در مابین سنگ، در مابین درخت، چیزی که فکر میکنیم این همگی رزق از طرف الله حواله شده و برشان داده میشود. اما ای انسان نادم، ای انسانی که کبر میکنی، غرور میکنی و میدانی که این همگی ما پیدا کردیم، هیچ وقت پیدا نکردیم، بلکه این همگی فضل خداست و این همگی رحمت خدا را بدن و خدا را شکرگزار باش. بعد میفرماید میگویی این که وضرب لهم مثلا از حیات دنیا، برشان این را بگو که مانند آبی که از اسمان نازل کردم سبز میکند یک گیاه را و بعد از اینکه سبز شود و میرود همگی کام میشود، علف میشود، بال میشود، هیچ چیزی در دنیا نمیماند، فلذا هر چیزش از بین میرود، نه قدرت دارد. همین قسم زندگی توسته، یک روز بال میشی، در قبر میفتی، ذره میشی، کرم میخورید، گشتم میگردید، مار میخورید و همگی چیزایت از بین میرود. ولی هذا چی کرده میتوانی؟ این مثال حیات دنیاست. ای محمد بفهمم الهی به این مثال که آخرت و زندگی آخرت و زندگی دنیا با هم باید فکر داشته باشیم، تنبیه باشیم، بفهمیم که این همگی از میگذره و میرود از پیشت. ولی هذا این است که خداوند جل جلاله این مثال ها را میدهد و میفرماید که المال و البنون، مال و اولاد، دختر و پسر و همگی اولادها و اهل اولاد، همگی نواسه ها و همگی چیزی که المال و البنون زینت الحیات الدنیا، صرف برای حیات است، برای حیاتیت، برای زندگیت متاع است، نه این که ابد بامرای تو می باشد و از تو چیزی ضرر دفع کرده می تواند. زینت الحیات الدنیا و الباقیات الصالحات، بفهم با این که هان چیزی باقی می باند که آن صالحات است و خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، و بهترین ثواب نزد خدا آن چیزایی است که باقیات و صالحات می باشد. علی رضی الله عنه می فرماید مال به دو قسم تقسیم می شود. یک آن مالی است که پسر و بچه و از دختر می باشد و مال دنیا است و یکی مال آخرت است. مال دنیا این همه چیزها را که جمع کردی مال دنیا است، همراهت نمی رود و در آخرت چیزی که می رود اون مال چیست؟ باقیات و صالحات است. و باقیات و صالحات ابن عباس ابن عمر رضی الله عنه می فرماید، بعضی علما می فرماید نماز، 5 وقت نماز. عثمان رضی الله عنه یک روز گفت با مزدور خود گفت برای ما آب بیار، 3 پاو یعنی 2.5 700 گرم آب برش آورده شد
و با او وضو کرد و بعد از این برش گفت این وضویی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم همین طور میکرد، این طور وضو کنید. و بعد از این نماز استاد شد و مردم گفتند ای مردم بفهمید باقیات الصالحات ایرا میگه که نماز صبح خواندی تا پیشین همه گناهات عفو میشود، در شب همه گناهات عفو میشود و بعد از در پیشین که نماز خواندی این همه ما بین صبح و ظهر که چیزی گناه کردی و عفو میشود و بعد از این در وقتی که عصر خواندی چیزی که گناه کردی در مابین پیشین و عصر و همه عفو می شود و بعد از این در مابین عصر نماز مغرب خواندی و عفو می شود و باز بفهم که در خفتن نماز خواندی گناههای عفو می شود. ولهذا این باقیات الصالحات است. و کسی از ابن عباس گفتند، ابن عباس میگه و امام احمد رحمت الله علیه هم روایت میکنند که باقیات الصالحات چیست؟ سبحان الله والحمد لله الله اکبر لا اله الا الله وهو على كل شيء قدیر. در احادیث میگه که این 4 کلمه باقیات الصالحات است: تهلیل، تکبیر، سبحان الله، لا اله الا الله. و در بعض روایت میگه که 5 کلمه يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولا إله إلا الله وهو على كل شيء قدير. این 5 کلمات باقیات الصالحات است. مقصد هر دو در روایت آمده هر چقدر که انسان ایرا میگوید الله جل جلاله برای او معافی میکند و الله جل جلاله باقیات الصالحات کار دارد، نه دنیای و نه این که پیسه نمرود داشته باشی، قارون داشته باشی و این که بخت و تخت بخت و نصر داشته باشی، شاهجهان دنیا باشی، شاهنشاه باشی، با این لقب ها متصف باشی و یا این که یک ملنگ باشی با الله یک چیز است و یا این که یک فقیر باشی با الله هر دوی تان یک چیز است. اما چیزی که اون جمعی بری باقیات الصالحات همین است که رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه عرض میکنه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم این همه مالدارها پیسه مصرف میکنه، به جهاد آلات میخره، اسب میخره و شتر میخره و ما هیچ چیز خریدن نمیتونیم و از ما کده بهتر اینا همه صدقات را میدهد، زکات میدهد، ولی هذا با ما چیست؟ ما یک غریب مردم هستم. رسول الله صلی الله علیه و سلم برشون میگه برتان یک چیزی نشانی ندهند که او بهتر است از همه چیزا. برش میگه بلا یا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما نشان ده. میگه بگوین بعد از هر نماز سبحان الله 30 کرد و یا 33 کرد در یک روایت دیگر و یا بگوین سبحان الله والحمد لله 30 کرد و یا 33 کرد و یا بگوین الله اکبر 34 دفعه بگوین یا 33 دفعه بگوین. این همگی اعمال و باقیات و صالحات است که از همگی مردم غنی در روز قیامت با مدت 5 سال پیشتر شما به جنت میروید. ولهذا الله تعالی دلیت کار دارد، نه اینکه تو قشنگ هستی. الله برای دنیای تو کدام اهمیتی نمیدهد. الله صرف ینظر الى اعمالکم، او به عمل تو نظر میکند، نه به این که به تصویر تو قشنگ است و تو بهتر استی، حسین استی و یا این که اولاد زیاد داری و این مال دنیایی داری و این نظر نمیکند، بلکه به قلبت نظر میکند. قلبت با کیست؟ آیا به شیطان است و یا بیت الرب است، خانه خداست؟ ولهذا اینجاست که مال دنیا انسان دا مثل فرعون وارد، مثل نمرود وارد، مخمور میسازد، نیشه میسازد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید الدنیا خمر الشیطان، دنیا شراب شیطان است که انسان مخمور میکند و از همه کارها میکشد و بالاخره هیچ چیز از پیشش نمیماند. این است دنیا تیر میشود اما اعمال صالحات میماند. و بعد در اعمال صالحات اگر صدقه دادی، زکات دادی، اولاد خوب تربیه کردی، شاگرد خوب تربیه کردی، پل جور کردی، اسپتال و شفاخانه را جور کردی و دیگر کارهای خیر کردی، با همه مردم کمک کردی، برای کسی کالا خریدی، برای کسی غذا خریدی، در ثواب شریک هستی. اما این که این چیزها را دور کردی و از خود نگفتی و نکردی، ولهذا روز قیامت باز همه مالایت پیش روی میماند و برایتان میگوید همه تیر میشود و میگوید این همه خرمنهای طلا را میبیند، از نقره را میبیند، این همه پیسه و دلار را میبیند که خرمن شده. بعد میگه ای الله ما به خاطر اینمی پیسه
دروغ گفتیم، قسم خوردیم، قتل کردیم، گناه کردیم، رشوت خوردیم به خاطر اینمی چیزی که یک چیزی ناچیز است که علی خیرمن شده و این دنیایی که می رود این همه چیزا گم می شود. سعدی صاحب می فرماید 15 فقیر در یک کند می گنجد و 2 پادشاه در یک ملک نمی گنجد. فقیر باشی همه دنیای جور است و به هیچ کس اختلاف نداری و پادشاه شوی 2 پادشاه در یک ملک نمی گنجد. بالای قدرت، بالای سلطه، برای مال دنیا حلال و حرام فکر نمی کند، همه گیر جمع می کند و دل خود را قسمی می کند که از دلش یک سنگ جور می شود. همیشه در حساب و در اکاونت ایستن که چند روپا پیدا کردیم و چقدر شد و چقدر نشد. ولی هذا این خمار یا این همه مخموریت از دنیا است و امروز که ما شما تفاوت میکنیم، تفاوت چیست؟ بلندی چیست؟ یکی با دیگه امتیاز چیست؟ الله جل جلاله میفرماید که همگی از یک نسل و از آدم و آدم هستید و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید همگی فرق نمی کند سیاه است یا سفید است، عجم است یا عرب است. ولی ما چرا این کارا را میکنیم؟ چرا این کبر را میکنیم؟ و چرا با نصایح الله و این مثالهای الله را نمیبینیم؟ و چرا مثالهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم و نصایحی که رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده چرا او را باور نمیکنیم؟ ولی هذا در مومنیت ما نقصان است، در ایمان ما نقصان است، در دل ما نقصان است، در روح ما نقصان است. هیچ چیز لبیک نگفتیم و نگاهی قرآن گرفتیم که یک صفحه بخوانم که خداوند جل جلاله روز قیامت شفیع ما باشه و این ثبوت است در قرآن عظیم‌شان که این شفاعت میکند و این هدایت میکند. ولی هذا از هدایت قرآن در دنیا استفاده نکردیم و از شفاعت قرآن در آخرت استفاده نمی کردیم. و این پیغمبر به چی روان کرده بود؟ اینقدر تکلیف و زحمتی که کشیده، همگی دنیا و زحماتی که کشیده به خاطر چی بود؟ ایا او گشنه بود، تشنه بود، کسب و کار کرده نمیتانست، دست نداشت، چشم نداشت، ایا وجود نداشت، پای نداشت، همگی چیزا را کرده، اما به خاطر ما شما این همگی گرسنگی، تکلیف، زحمت، این همگی غمها، حزن، این بیچارگی، سفرها، یتیم، همگی زندگی یتیمی را همگی به ما خاطر ما شما تیر کرده یک درسی باشه. چرا اون درس فراموش کردید؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار و صلی الله علیه و سلم.